تو بخش خدمات جدید مجموعه مبینا گروپ یا جپلای، ایرانیایی که خارج از ایران هستن و نیازمند پیگیری اموری هستن، امور ملکیشون، امور دانشگاهی، خدمت سربازی، امور مربوط به خانواده، ارث، اینجور مسائل هستن، تیم مشاوره ما دو بخش براتون طراحی کرده. یک بخش به صورت مشاوره به صورت وکالت مدنی هستش که پیگیری میکنیم و اموری که مربوط به امور قضایی هستش که دوستانمون در واقع امور قضایی و وکلای پایه که دادگستری میان براتون پیگیری لازم رو میکنن. لازمش این هستش که اول یه مشاوره دریافت بکنید، ببینید که نیازمند چه چیزی هستید. یک وکالت مدنی میتونه کار شما رو انجام بده یا حتما باید وکیل پایه که دادگستری باشه. موضوع دوم داشتن بحث سنا یا سیم کارت به نامتون هستش که خب بعضیا میتونن از طریق سنا اگه یه سیم کارت داشته باشن وکالت رو بدن و در واقع وکیل پایه که دادگستری بیاد وکالت رو بگیره، پیگیری امور قضایی داشته باشه. و کسایی هم که میخوان به صورت وکالت‌های مدنی این کار رو به صورت کار عمومی هستش داشته باشه، طریق از سفارت باید این وکالت رو تنظیم کنید. پس این ویدیو رو سیو کنید، بفرستید برای ایرانی‌هایی که خارج از ایرانن، یک سری مشکلات حقوقی دارن. ما کمکتون میکنیم که بتونیم به عنوان نماینده شما پیگیری کنیم به مراجعی که میخواید و اون کار شما رو انجام بدیم به نحو احسن و اسناد و مدارکش رو در نهایت به دست شما برسونیم.